خب بچه‌ها به نظرتون با 3.5 میلیارد دلار چی کار میشه کرد؟ درود رفقای من، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یه دوره همیه دیگه با ایمو. امروز قرار بریم با هم دیگه ببینیم که با این 3.5 میلیارد دلاری که تو ایران باهاش چای وارد میکنن، توی خارج باهاش چی کار میکنن؟ چیا میسازن باهاش؟ اوکی؟ که اصلا چیا میشه خرید با اون پول؟ قرار امروز با هم دیگه بریم یه 15 تا چیز بهتون بگم که میشه این 15 تا چیز رو با این 3.5 میلیارد دلار خرید. خب بچه‌ها، اولین چیزی که با 3.5 میلیارد دلار توی خارج میشه انجام داد اینه که شما اگر این پول رو 2 برابر کنین، یعنی حالا یه ذره کمتر از 2 برابر بشه 5 میلیارد، خب با 5 میلیارد دلار شما میتونید یه اپل پارک بسازین. یعنی سازه اپل پارک که مرکز تمام کارهای اپله کمتر از 2 برابر این پول هزینه برده. یعنی چی؟ یعنی شما اگه 5 میلیارد هزینه کنی میتونی یک سازه دایره‌ای شکل بسازی که دور تا دورش کرومه و یعنی از آلومینیوم کروم ساخته شده و قطر اون دایره 500 متره و 4 طبقه است و 12,000 کارگر رو میتونی بفرستی سر کار و یکی از بزرگترین ساختمون‌های سازه‌های تکنولوژی جهان رو داشته باشی. ای خدا و بچه ها چیز دوم که میشه 3.5 میلیارد دلار ساخت ترید سنتر توی آمریکاست. ترید سنتر چیه؟ اگر شما فاجعه 11 سپتامبر رو یادتون باشه، 11 سپتامبر برج دوقلو بوده که جفتشون نابود شده و حالا داستانشو که دیگه لازم نیست من توضیح بدم، دیگه انقدر معروفه. ترید سنتر جایگزین یکی از اون برج‌های دوقلوه که بزرگترین ساختمونه، از اسمش هم معلومه دیگه، برای ترید و کازینوهای زیادی توش داره، یعنی برای اینجور چیزا انجام میشه. و یه اسم دیگه هم داره مثل برج آزادی که بعد از اون ماجرا ساختنش. و قشنگترین چیز ماجرا اینه که ترید سنتر، اگر بخوام هزینه دقیقش رو بهتون بگم، اینجا نوشته میشه رو وایسین. ترید سنتر بچه‌ها کلاً 3.8 میلیارد دلار هزینه‌اش بوده، یعنی یه خورده بیشتر از اون مقدار پولی که همین چند روزه اخیر تو ایران اختلاس شده. حتی این اختلاس اخیر ما زیاد چیز خاصی نیست، ما هر روز 10 برابر مثل این داریم. یعنی شما فکر کنین که این 15 تا چیزی که معلوم بهتون قرار بگم، فکر کنین اگه هر کدومش فقط سالی 1 بار توی ایران ساخته میشد چی میشد؟ و بچه ها سومین چیزی که توی ایران میتونستیم با این مقدار پول ما بسازیم که هزینه‌اش دقیقاً برابر با همون مقدار میشه، یعنی با همون 3.5 میلیارد اگه ما در نظرش بگیریم، که حالا کمتره اون اختلاسه، یه جوری میگم کمتره، انگار اصلا چقدر کمتره، 370 تا این سالا با 3.5 میلیارد بچه میشه پایگاه اسمبل کردن موشک ناسا رو ساخت. یعنی برای اون پایگاه کلا 3.6 میلیارد دلار خرج کردن تا اونجا رو بسازن که صحبتی ندارم واقعا. بریم سراغ چهارمیش بهتون بگم. و بچه چهارمین چیزی که میتونستیم با اون مقدار پول ما اینجا بسازیم کاخ اماراته. کاخ امارات چیه؟ یکی از بزرگترین هتل‌های 5 ستاره دنیاست که بزرگترین هتل وقتی باشه قطعا بیشترین درآمد از طریق توریست رو داره. ولی خب چون توی ایران ما زیاد علاقه‌ای به این نداریم که توریست جذب کنیم، یعنی دردسر داره، بالاخره حجابشون رو رعایت نمی‌کنند و از این جور چیزها این کارو انجام نمیدیم. اوکی، بریم سراغ ششمیش. و بچه‌ها پنجمین چیزی که میشه ساخت اینه که لوت ورد تاور توی کره است که بزرگترین ساختمون توی کره است. 123 طبقه است و 6 طبقه هم توی پایین تر داره که در کل میکنه 129 طبقه ساختمون توی کره و بزرگترین ساختمون ساخته شده توی کره است. قشنگ شد. بریم سراغ ششمیش حالا دیگه واقعا. خب
بچه ششمین ساختمونی که میشد توی ایران ساخت با این میزان پول ساختمون O2. ساختمون O2 چیه؟ یکی از بزرگترین ساختمون ها توی لندنه، یعنی یکی از بزرگترین استادیوم های برگزاری کنسرت توی لندنه که بازم گفتم دیگه چون یه ذره سخت میشه مدیریت حجاب، توریست زیاد میشه، ما بازم این کارو نمی کنیم. خلاصه دردسر داره بالاخره برامون. بریم بعدی. بچه‌ها هفتمین چیزی که میشه ساخت خیلی جالبه، اینو با دقت گوش بدین. بچه‌ها هفتمیش اسفیره. اسفیر چیه؟ اگر دقت کرده باشین تو اینستاگرام زیاد فکر کنم دیدین، یه چیز کروی شکل، یه ساختمان کروی شکل تو لاس وگاسه به اسم اسفیر، خب که بزرگترین LED دنیاست و از طریق همون کلی درآمد داشته براشون. خب کلی درآمد داشته، یعنی اندازه‌ای که خرج کردن درآمد داشته. یعنی ما میتونستیم همون 3.5 میلیارد مثلا یه جا خرج کنیم، همونقدر در بیارن بعد فرار کنن، حداقل ما یه چیزی داشته باشیم. بازم نشد. حالا اسفیر چقدر هزینه‌اش بوده؟ من دوتا قبلی هم هزینه‌اشو نگفتم، براتون نوشتم بالاش. اسفیر چقدر هزینه‌اش بوده؟ اسفیر شما اگر نگاه کنین اینجا، من کجا نوشتم؟ برگم گم شد خدایا. اسفیر انقدر زیاده ماشاءالله. بچه اسفیر کلا 2.3 میلیارد دلار هزینهش بوده، بزرگترین LED دنیا. یعنی جایی که شما، من راجع اسفیر بعداً یه ویدیو میسازم کلی راجبش توضیح میدم. اسفیر یه جای عجیب و غریبه واقعا. پیشنهاد میکنم حتما چنل رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو روشن کنین. توی هفته آینده من یه ویدیو راجع به اسفیر میسازم، توضیح میدم. اسفیر یه چیز گادیه واقعا. بریم سراغ بعدی، زیاد کش ندیم، بریم سراغ بعدی. اسفیر راجعش ویدیو میسازم. بچه هشتمین چیزی که میشه با این پول ساخت، یعنی دیگه کمتر، ما داریم به جایی میرسیم که پول رو نصفش کنیم، میشه اینو ساخت. پرنسس تاور توی دبی که سومین برج بزرگ دنیاست. پرنسس تاور یکی از بزرگترین هتل های دنیاست و من هر لفظی که دارم استفاده میکنم ترین توی دنیاست و قشنگه که ما میتونستیم این همه کار بکنیم. پرنسس تاور رو داریم. پرنسس تاور کلن پروژش فکر کنم اگر اشتباه نکنم زیر 2 میلیارد، بله با 1.8 اینطور جمع شده و ما میتونستیم اینو یعنی 2 تا بسازیم ازش، که بازم برمیگردیم به همون داستانی که گفتم. بریم سراغ بعدی. بچه نهمین چیزی که میشد توی این کشور ساخت پالاتزو بود. پالاتزو چیه؟ شاید براتون سوال باشه. چون من گفتم ما کازینو زیاد دوست نداریم، این نهمی هم راجع به کازینوه. خب یعنی کازینو با بزرگترین هتل دنیاست. پالاتزو کلن 1.8 میلیارد دلار هزینهش بوده، یعنی تقریبا ما میتونستیم 2 تا از اینا بسازیم. قشنگ میشه واقعا وقتی اینجوری بهش نگاه میکنیم که آقا یه همچین چیزی ما میتونستیم انجام بدیم، ولی با پولش ما چون احتیاج داریم که مثلا اندازه یک برج خلیفه چای نیاز داریم تو این کشور، میریم باش چای میخریم. بچه دهمین چیز یک جایی به اسم بلاجیو کلن 1.5 میلیارد دلار هزینه‌اش بوده، یعنی نصف 3 میلیارد و باز هم یکی از بزرگترین هتل‌های و کازینوهای توی آمریکاست، یعنی حتی دنیا. بازم تقریبا تمام چیزهایی که من دارم نام میبرم تو آمریکاست، یعنی ما میتونستیم نیویورک و لاس وگاس رو بکنیم تو جیبمون اگر هر سال یه دونه از اینا رو ما میساختیم و در آینده یه چیز خنده‌دارتر براتون دارم تو ادامش. خب بچه‌ها میرسیم به برج خلیفه که میشه 11مین چیز. برج خلیفه که بزرگترین برج و بلندترین برج و اصلا همه ترین ها توی دنیاست. ما میتونستیم 2.5 ازش بسازیم. 2.5 برج خلیفه ساختن واقعا اوکی اینجوری. بچه برج خلیفه 829 متر و 1.5 میلیارد دلار کلن هزینه شده، یعنی ما میتونستیم هم اینو افزایش بدیم هم یه چیز خیلی قشنگتر بسازیم. بازم بحث حجاب. بچه 12مین چیز 12مین چیز خیلی قشنگه. 12مین چیز استادیوم ومبلیه. ما آزادیمون که ریزش کرد، هیچی خرجش نکردن،
استادیوم‌ها دیگه هم که اگه خرجش کردن تیمشو منحل کردن، احتمالاً در آینده مداحینا توش برگزار میشه. ولی 12مین چیز که قشنگه، خیلی باحاله، چیه؟ استادیوم ومبلی. استادیوم ومبلی کلا 1.5 میلیارد دلار هزینه شده. استادیوم ومبلی که برگزار کننده بزرگترین بازی‌های چمپیونز لیگ، فینال‌های چمپیونز لیگ، یورو، حتی مثلا جام جهانی، اصلا واقعا فقط نمیتونم مثلا حرف بزنم در موردش. ما میتونستیم مثل اون 2 تا داشته باشیم توی مثلا تهران، هر جایی، فقط با همون میزان پول. و بچه حالا از این 12-13 تا چیز ما میگذریم، میخوایم بریم براتون چند تا بگم که اگر ما میخواستیم چیزی هم بسازیم چی میتونستیم جای چای بخریم. خب بچه 10 تا ایرباس 319 روز دنیا ما میتونستیم با این پول وارد کنیم، خب که مشکلات تمام سقوط‌های هواپیماهامون حل بشه. سقوط که نمی‌کنه ولی خب تمام مشکلات میتونه حل بشه. 5000 تریلی بنز، دقت کن، 5000 تریلی بنز 2023 میشد وارد بشه. 5000 تا. 150 تا کشتی کانتینر بر میتونستیم بخریم. 150 تا کشتی کانتینری. و در مرحله آخر میتونستیم 1200 تا تاکسی، 1200 تا تاکسی کمری بخریم. خب یعنی 1200 تا تاکسی کمری روز دنیا ما میتونستیم بخریم، به جای این پراید های آتو آشغالمون بذاریم. البته که پراید خب مثلا با لندکروزر فرقی نداره، ولی قشنگ شد. در آخرین چیز رو بچه ها که بهتون بگم که خیلی خنده داره، 13000 تا اتوبوس برقی روز دنیا رو میتونستیم جایگزین اتوبوس های خودمون بکنیم با این میزان پول. فقط اصلا رقم هایی که داره استفاده میشه خیلی خنده داره. و بچه ازتون میخوام که بهم بگین که با کدوم یه دونه از اینا بیشتر از همه هرس خوردین. لطفاً توی کامنت برام بنویسین و بگین که اگر چیز دیگه ای مد نظرتون بود که من الان تو ویدیو نگفتم، چون خیلی چیزا بود، چیا شنیدین که میشد داشته باشیم و نمیتونیم الان. حالا حتما توی ویدیو برام بنویسین، لطفاً بهم بگین که به نظر شما کدومش بیشتر هرس درارتر بود که ما میتونستیم داشته باشیم ولی نخواهیم داشت. در کل این بود از این چند تا چیز. حتما منتظر ویدیو بعدی باشین. نمیخوام زیاد کشش بدم. لایک، زنگوله، سابسکرایب یادتون نره که خیلی بهش احتیاج دارم برای اینکه فقط کوچیکترین حمایت رو به من کرده باشین. همین ویدیو رو لطفا با دوستاتون شیر کنین و اینکه خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین. تا بعداً. بای بای.